خب سلام بچه ها. هواپیما نشست، یه تاکسی گرفتم که قشنگ بیام وسط شهر و ببینم چه خبره، هوای تابستونا چطوریه. برای من شاید خیلی ایدئال نباشه، اما باش کنار میام. تفاوت شهر ناپولی با شمال ایتالیا اصلا از ذهنتون دور بندازین. رستوران‌های لاکچری و خفن و کافه‌هایی که میرفتین ساعت‌ها داخلش میشستین و لذت می‌بردین تو تهران. یه کلمه‌ای رو بهتون بگم به اسم کوپرتو. اگر اینو به کسی که تو روم دانشجو بگین، یه موضوع خیلی جذاب میخوام براتون باز بکنم. یه بخشی که منو موتیویت کرد من بیام ناپل همین بود و من به این نمره 9 از 10 میدم. مردم ناپل چطورن؟ مردم سرزنده و شادیان، حتی اگر که خیلی درآمدهای آنچنانی ندارن. خب سلام بچه ها، اومدیم با یه ویدیوی جدید که قولش رو حسابی بهتون داده بودم. قول دادم توی این چند روز ویدیو رو براتون بسازم، زیر قولم نزدم. سریع خودم آماده کردم که این ویدیو رو داشته باشیم با هم دیگه. ویدیوی خیلی خوبی هم هست، ویدیوییه که کاربرد داره برای همه بچه‌هایی که میخوان بیان ایتالیا، به ویژه بچه‌هایی که میخوان بیان شهر ناپل. کامل آماده کردم. یه قسمتش رو راجع به ایتالیا و شهرهای دیگه صحبت میکنیم، یه قسمتش رو راجع به خود ناپل صحبت میکنیم. خیلی ویدیوی جذاب و خوبی میشه. تا آخر ویدیو رو نگاه بکنید، ما رو سابسکرایب بکنید و امیدوارم که کاملا استفاده بکنید از این ویدیو. برو که بریم. ببینید، من میخوام از آب و هوا براتون شروع بکنم، چون کسی راجع به آب و هوای یه شهر هیچ وقت باهاتون صحبت نمیکنه. خودم اولین مواجهه‌ای که داشتم با شهر ناپل دقیقاً با آب و هوا شروع شد. برای همین میخوام این داستانو همینطوری که برای خودم پیش رفت برای شما هم توضیح بدم. من روزی که اومدم ناپل، خب اواخر ژانویه بود، اوایل فوریه، هواپیما نشست، یه تاکسی گرفتم که قشنگ بیام وسط شهر و ببینم چه خبره. چمدون همراهم بود. یه بارون خیلی شدید و عجیب غریبی که من شاید چند بار تو عمرم دیده بودم به این شدت داشت میبارید. کاپشن داشتم اما چتر نداشتم، چون اصلا آماده نبودم برای این شرایط. نمیدونستم الان که من دارم وارد این شهر میشم هوا چجوریه، چک نکرده بودم. شاید چیز بدیهی باشه اما خیلی کم پیش میاد که شما چک بکنید قبل از اینکه میرید اونجا. خب میگید هولوش زمستونه، هوای خورده سردی، یه کاپشن کار من رو میندازه. هوای ناپل به غیر از تابستون میتونم بگم توی بقیه ماها میتونه به شدت بارونی باشه، مخصوصا زمستون. هوا ابری میشه، بارونی میشه. بعضیا بارون دوست دارن، بعضیا دوست ندارن و یه وقتای دیگه شدتش واقعا عجیب غریب میشه. پس اولین چیزی که نیاز دارین توی ناپل یه چتره، یا بیارین با خودتون یا مثل من اونجا بخرید. هوای تابستونا چطوریه؟ ببینید، تابستونا کلا توی ایتالیا شرایط عجیب و غریب میشه. شاید شنیدین که تابستونای اروپا گرمتر از ایرانه، درجه ها یکیه. شاید تهران با ناپل که من چک میکردم جفتشون 33 درجه بود، اما گرمایی که من توی ناپل داشتم حس میکردم به طرز وحشتناکی عجیب و غریب بود. اگر که بتونین یه خونه پیدا بکنین که AC داشته باشه خیلی میتونه اینجوری کمکتون بکنه. خب تابستون هواش خیلی جالب نیست، اما میتونین قشنگش بکنین برای خودتون. برین ساحل گشت و گذار بکنید، یا اگه خیلی گرم اذیتتون میکنه تو خونه بمونین که لازمه خونتون AC داشته باشین که فرق بکنه با بیرون هواش. اگه که AC نداشته باشه خیلی رو راست بهتون بگم قراره حسابی اذیت بشین. اون بارون هم که بهتون گفتم دیگه سلیقه‌ایه، ولی در کل شهر ساحلیه. آب و هوایی که به شما میده ناپل یه چیز تو مایه‌های شماله. اینجوری شاید درکش براتون بهتر باشه. برای من شاید خیلی ایدئال نباشه، اما باش کنار میام، میتونم ازش لذت ببرم. نمره‌ای که به آب و هوای ناپل میخوام بدم 6 از 10 به نظرم با ارفاق. اینجا میخوام بعد از بحث آب و هوا راجع به یه موضوع دیگه باهاتون حرف بزنم
که خیلی جالبه و وقتی میایین ناپل خودتون قشنگ درکش میکنین. تفاوت شهر ناپولی با شمال ایتالیا، مردمش چطور فکر میکنن، تفاوتاش چطوریه. ببینید ایتالیا کلا کشور اولدیه، کشور قدیمی و باستانیه. شما توی یه موزه دارین زندگی میکنین، خیلی هیجان انگیزه و اگر اینو از دست بدن، یعنی این موزه روباز رو از دست بده ایتالیا، دیگه درآمدی از لحاظ گردشگری نداره، مردم نمیان که این زیبایی ها رو ببینن. خب پس خیلی سعی میکنن حداقل از بیرون تغییرش ندن، نوسازی ها رو از داخل داشته باشه. یعنی کل ایتالیا یه همچین وایبی داره. پس انتظار یه مگاسیتی یا یه شهر یا یه کشور خیلی پیشرفته اونجوری که تو ذهن ما ایرانی‌ها هست حداقل از لحاظ ظاهری رو نداشته باشه. ولی قشنگه، من دوستش دارم. برای من هیجان انگیزه. تو خیابونی دارم راه میرم که شاید 500 سال کفگوشاش تغییر نکرده، یا یه کلیسایی رو میبینم که شاید 2000 سال قدمت داره. ولی حالا تفاوت این دوتا شهرهای شمالی تر مثل میلان، مثل تورین، به ویژه میلان، با ناپل چیه؟ ببینید بودجه بیشتری اونجا داره هزینه میشه توی شهرهای شمالی و خب اون حالت مدرنیته و حالت مدرنی که توی میلان میبینیم و شاید تو ناپل نبینیم. همه چی خودمونی تره تو ناپل. حتی خود شهر یه ذره بیشتر به شهرهای شمالی تر رسیدن و مسئوله یه ذره نگاه کمتری به ناپل داشتن. همین باعث شده که مردم ناپل فکر کنن داره بهشون ظلم میشه، کسی بهشون توجه نمیکنه، یا شهرهای شمالی دارن از بودجه و توان اونا، از پول اونا استفاده میکنن که خودشونو بالاتر بکشن. این همه جای دنیا ممکنه باشه بین یه سری شهرها، ولی شما واقعا توی ناپل اینو درک میکنید و خیلی از شهرهای شمالی خوششون نمیاد. این کجا قشنگ این تضاد خودشون نشون میده؟ اونجایی که شاید تیم یوونتوس که تیم تورینه یا تیمای میلانی مثل اینتر میلان یا آسه میلان بخوان با تیم ناپولی بازی بکنن، یه کلکل عجیب و غریب و وحشتناک. شما نمیتونید که جرسی یوونتوس یا در واقع تیمای شمالی رو بپوشین و بیاین تو ناپل، قطعاً با یکی دعواتون میشه. این اتفاقیه که از لحاظ شاید تاریخی و فرهنگی و یه خورده این کلکلی که بینشون هست رو شاید بهتره که بدونین یا جالب باشه براتون که بدونین. بچه‌ها، دانشگاه و هزینه زندگی، من اینا رو داخل ویدیوی قبلی توضیح دادم، لینکش رو میذارم براتون، حتما ویدیو رو نگاه بکنید چون که این خیلی مقوله مهمیه و این دوتا ویدیو رو جدا کردم به خاطر اینکه خیلی ویدیو طولانی میشد، حوصله سربر میشد و اینجوری دیگه رغبت نمیکردین نگاش بکنید. دوتا ویدیوی جدای خیلی خوب براتون ساختم برای دیدن هزینه زندگی، هزینه خورد و خوراک، هزینه مسکن، همه اینا. یعنی خونه‌ای که میخواید اجاره بکنید برید ویدیوی قبل رو ببینید. دانشگاه هم داخلش تفکیک کردم، دوتا دانشگاه ناپلو. خیلی ویدیوی خوبیه، ویدیوی خوبی از آب در اومد، نگاه بکنید و خیلی کمکتون میکنه، اینو مطمئنم. موضوع بعدی که میخوایم بریم سراغش، من هزینه خورد و خوراکی که خودتون بخواید غذا درست بکنین و زندگی بکنین رو بهتون توضیح دادم، اما هزینه بیرون رفتن، اگه بخوایم بیرون غذا بخورین شرایط چطوری؟ اگه بخوایم بیرون کافه برین شرایط چطوری؟ اول از همه اینو بهتون بگم که اصلا از ذهنتون دور بندازین رستوران‌های لاکچری و خفن و کافه‌هایی که میرفتین ساعت‌ها داخلش میشستین و لذت می‌بردین تو تهران یا همه شهرهای ایران. ما یه علاقه‌ای تو ایران داریم نسبت به اینکه همه چیزو مدرن‌تر بسازیم، همیشه جلوتر باشیم، همیشه پیشرفت بکنیم. اروپایی‌ها شاید این علاقه رو به قبل دارن، یعنی دوست دارن همیشه به عقب نگاه بکنن و یه خورده شاید تردیشنال تر باشن، سنتی تر باشن. ببینید وقتی به مرکز شهر میرین، توی همه شهر اروپایی، حالا تو ناپل هم صرف میکنه، اصلا کمبود جا و مکان رو شما درک میکنین. یعنی یه رستورانی که هست خیلی از صندلیاشو بیرون از رستوران توی پیاده رو چیده که شما برین اونجا غذا بخورین. اون
جاهای خیلی بزرگ و فضای خیلی بزرگی که توی ایران توی رستوران ما داشتیم اینجا نمیبینیم. میزا داخل همین، شما ممکنه روی یه میز در واقع یه میز رو رزرو کرده باشین، نشسته باشین و دارین غذا میخورین، دقیقاً یه میز چسبیده به شما، کنار شما بیاد بشین و کنارتون غذا بخوره، انگار که اونا هم با شما هم، ولی خب جدا اومدن غذا بخورن. یعنی اون حالت پرایوت و فضاهای زیادی که داشتین رو دیگه ندارین. حالا از لحاظ هزینه‌ای چطوریه؟ یه دانشجو میتونه اینجوری بره بیرون رستوران غذا بخوره یا بره کافه چه میدونم قهوه‌شو بخوره؟ چرا نمیتونه؟ قطعا میتونه. یعنی شما این بخش از در واقع هزینه‌ها رو هم باید داخل زندگیتون داشته باشین. اگر نداشته باشین هیچ تجربه‌ای نکردین، در واقع لذتی نبردین از بودن توی اون شهر. حالا این کجا میتونه بیشتر باشه؟ توی ناپل. هزینه‌ها خیلی خوبه، یعنی شما میتونین شاید هفته یکی دو بار بریم بیرون غذا بخوریم و از لحاظ مالی تحت فشار نباشین. برای دانشجویی که حتی داره بورسیه دریافت میکنه، بورسیه میگیره، با 5 یورو شما میتونین برین از بیرون غذا بگیرید و اون غذا رو در واقع میل کنید، لذتش هم ببرید. از لحاظ هزینه‌ای هم خیلی براتون به صرفه بوده. اگر اینو به کسی که تو روم دانشجو بگین مغزش میتونه که، چون من گفتم و بچه‌ها باور نمی‌کردن. من فکر کردم بچه‌ای که توی روم دارن تحصیل میکنن این اطلاعاتو داشته باشن، اما اونا میگفتن مثلا ما 20 یورو 15 یورو بعد هزینه بکنیم که یه غذا بیرون بخوریم. بله اینو شما تو ناپل هم میتونید داشته باشین. حالا بهتون میگم 5 یورو مینیممه. چطور این هزینه میتونه افزایش پیدا بکنه؟ یه کلمه‌ای رو بهتون بگم به اسم کوپرتو. شما وقتی میاین ایتالیا، این یه بار به شما گفته میشه این کوپرتو وقتی میرین بیرون غذا بخورید و شما تازه اون موقع باهاش آشنا میشین که وای کوپرتو چیه، چرا من پول بیشتری دادم، یه پول بیشتری باید بدم به خاطر کوپرتو یعنی چی. این خیلی برای بچهای دانشجو اتفاق میفته که از کشورهای میان که معمولا اروپایی هم نیستن. کوپرتو هزینه در واقع اون میز جاییه که میشینین، چون گفتم کمبود سپیس هست توی اروپا. اون هزینه قاشق چنگالیه که استفاده میکنین، شسته میشه، حالا هر طوری میشه بهش نگاه کرد. شما وقتی میشینین توی یه رستورانی غذا میخورین، یک هزینه اضافه‌ای به اسم کوپرتو رو باید پرداخت کنین. این میتونه از 2.5 تا 3-4 یورو باشه، بسته به رستوران، بسته به اون فضا، و این برای هر نفر اضافه میشه روی بیل یا قبضی که دارین برای غذاتون پرداخت میکنین، هزینه‌ای که برای غذاتون پرداخت میکنین. یعنی شما اگر یک پیتزای 5 یورویی که بیس قیمت پیتزا هستش توی ناپل، مثلا مارگاریتا ارزون ترین پیتزا 5 یورو هستش، اگر بشینین توی رستوران اونو میل بکنید باید مینیمم 7.5 یورو هزینه بکنید. حالا من گفتم میتونه کمتر باشه، چرا؟ شما اون پیتزا رو میتونید بگیرید تو خونه با دوستاتون داشته باشین یا میتونید اصلا توی مسیر اون پیتزا رو بخورید. میتونین اینا رو کم و زیاد بکنین. مثلا پیتزای 10 یورویی هم هست، پیتزای 7 یورویی 8 یورویی هم هست، ولی شما طبق تجربه من بیشتر از 15 یورو دیگه برای هر نفر نمیتونید هزینه بکنین برای یه پیتزا. اما توی روم این هزینه نرمه، یعنی شما باید 15 یورو هزینه بکنید، یا توی روم فرضاً از شما تیپ میگیرن. خب این منطقی نیست، ولی خب باید حساب بکنیم که روم هم پایتخته. خب بچه‌ها ویدیوی خورده طولانی شد، اینجا اومدم هم یه بریکی بهتون بدم، هم یه چیزی بهتون بگم. چنل تلگرام ما رو حتما دنبال بکنید. اخبار مربوط به آیمت و اپلای ایتالیا رو داخلش میذاریم، من خودم وایس میدم، مواردی که لازم باشه توضیح میدیم. ادمینای دیگه هم هستن که سوالاتون رو جواب میدن و بهتون کمک میکنن. لینکش رو داخل دیسکریپشن میذارم، همین پایینم میذارم. حتما جوین بشین داخل چنل، قطعا براتون مفید خواهد بود. برین ادامه ویدیو رو ببینید. حالا من به این خورد و خوراک و در واقع چه میدونم رستورانی که برین غذا بخورین یه نمره در نظر گرفتم، نمره 8 از 10.
حالا دیگه بستگی به سلیقه شما داره، پیتزا دوست داشته باشین دوست نداشته باشین. خیلی از بچهای ایرانی هستن که میگن این نون بربری رو من به شخص خیلی غذای ایتالیایی دوست دارم و واقعا لذت میبرم وقتی که این غذا رو تست میکنم و هر دفعه غذای جدید ایتالیایی میخورم واقعا خوشم میاد. بحث قهوه هم بهتون بگم، بحث کافه، بچه‌ها اینجا اصلا نشستن نداریم توی کافه، مگر اینکه شما بخواید با کسی میتینگ داشته باشین یا صحبت بکنید. مردم صبح میان دم کانتر یه اسپرسو سفارش میدن که خیلی کمه، اینقدر اسپرسوشون رو همون لحظه زیر 1 دقیقه میخورن، دوباره میرن سر کارشون. یعنی این اتفاق بین مسیری که دارن از خونه تا محل کار میرن میفته. خیلی برای من عجیب بود. نهایت دیگه بخوان خیلی حال بدن، زمان بذارن، یه کاپوچینو میگیرن که اونم فقط صبح میتونید سرو بکنید. میتونین کاپوچینو بگیرین بعدم برای افرادی مثل ما که عادت دارن مثلا 6 هفته بعد از ظهر کاپوچینو بخورم مثل خودم، ولی خب یه جوری نگاهتون میکنن. یه کاپوچینو داشتن میگفتن برای خودشون میگیرن، یه کورنتو یا کروسان میگیرن، 1-2 دقیقه‌ای اونو میخورن و میرن سر کار. اصلا جایی نمیشینن، فرهنگ نشستن خیلی ندارن، حال نمیکنن که بشینن این کار انجام بدن. اسپرسوهاشون مثل اسپرسوهای ایران نیست، خیلی کمه، یعنی اصلا شما نمیفهمین که چیزی خوردین. برای همین من هیچ وقت اسپرسو نمیگیرم، نهایتاً امریکانو یا کافه لونگو میگم بهش، اونو میگیرم. کاپوچینو هم که هستش از لحاظ آرت و اینا، این کارهایی هم که تو ایران میکرد آرت میذارن رو کاپوچینو اینا هیچی. حالا یه ویدیو میتونم بگیرم از کافه‌هاش، اتفاقا یه دوستی دارم که توی کافه هستش ایتالیاییه، میتونم برم پیشش یه ویدیو براتون بگیرم که مثلا چی کار میکنن تو کافه و چه مدلی هستش، خیلی جذاب میشه. نمره 8 از 10 رو دادیم به این قسمت که به نظر نمره خیلی خوبیه، نمره تاپیه. یه موضوع خیلی جذاب میخوام براتون باز بکنم، این خیلی فرق داره با شهرهای دیگه ایتالیا. اصلا یه بخشی که منو موتیویت کرد من میام ناپل همین بوده، نایت لایف. یعنی چی نایت لایف؟ یعنی هر جایی که شما برین شبا مردم دارن میرقصن میزنن میکنن، نه هر جایی برین این اتفاق نمیفته، ولی یه جاهایی هست چون دانشجو هم زیاد داره ناپل، یه میدونایی یا یه خیابونایی هست که مخصوصا اگر یک شنبه شما برین اونجا بزن و بکوبه، بزن و برقصه، مردم دارن درینک میخورن، با هم دیگه صحبت میکنن دانشجوها. خیلی کامیونیتی های جذابیه و همین چیز ساده، زیبا، هیجان انگیز که شما بتونید توش وقت بگذرونید، سوشالایز بکنید، تو خیلی شهرهای ایتالیا نیست و ساعت 10 شب شما باید بخوابید. خب این خیلی میتونه هیجان انگیز باشه برای کسی که در واقع دوست داشته باشه همچین تجربه‌ای بکنه، یه همچین تجربه‌ای داشته باشه، بخواد سوشالایز بکنه، بخواد با دوستاش بره بیرون، یه خورده انرژیشو در واقع تخلیه بکنه. به نظر من خیلی هیجان انگیزه، خیلی خوبه و من به این نمره 9 از 10 میدم که واقعا دیگه یکی از بهترین اتفاقاییه که توی ناپل شما میتونید تجربه بکنین. راجع به خود شهر ناپل سومین شهر بزرگ ایتالیا. من اگه دارم صحبت میکنم راجع به کمبود جا، یه خورده قدیمی بودن، این راجع به سنتر ناپل، یعنی اون جایی که دانشگاه لویجی هستش و اون جایی که مرکزی ترین جای ناپل و قلب ناپل. جاهایی هستش، قسمت‌های دور شهر که جزء خود شهر ناپلن، با مترو باید رفت آمد بکنیم با اونجا، که تازه سازتر، نوسازتر، بودجه بهتر اونجا خرج شده، خیلی زیباه، مثل وومرو، مثل مثلا کیایا. اینا خیلی جای هیجان انگیزی هستن، برندهای زیادی اونجا هستن، لویی ویتان اونجا هستش، نمیدونم ارمس اونجا هستش، اونجا نوساز زیباه و با آب و هوای خوب، آسمون و آبی و قشنگی هم که ناپل داره، اونجا خیلی حس و حال خوبی به شما میده. برای دانشجو از لحاظ اجاره شاید خیلی به صرفه نباشه، اما من دوستایی دارم که اونجا تونستن خونه‌هایی با هزینه خوب پیدا بکنن، بستگی به شانستون داره.
خیلی این قسمت های ناپل هیجان انگیز و جالبه. برای همین میگم اگر یه قسمتی از ناپل اون سنترش رو میبینید که خورده فضا کمی، یه خورده قدیمی تره، به اون اکتفا نکنید. خیلی جای قشنگ بیشتری هم داره ناپل. راجع به حمل و نقل عمومی هم حرف بزنیم. خیلی شکایت میکنن از حمل و نقل عمومی توی ایتالیا. من تجربه بدی نداشتم حقیقتا. متروی ناپل نوسازن، خطای زیادی داره، حتی میتونم شاید بگم بیشتر از روم خط داره، ولی خب خطای روم یه خورده گسترده ترن برای مترو. اتوبوساش خوبن، بد نیستن، ولی خب مترو یه خورده زود میبنده، یعنی بسته میشه. اگر که تا ساعت 12 شب کار میکرد شاید بهتر میبود. معمولا بعضی وقت تا ساعت 10-11 شب دیگه شما نمیتونید مترو استفاده بکنید که خوب نیست به نظر من. ولی متروش بسیار نوسازه، خیلی خوبه. من چیز بدی راجع به متروش ندیدم. حتی یه سری ایستگاهاش هنوز تازه دارن ساخته میشن. با روم بخوام مقایسه بکنم، روم واقعا متروهاش قدیمی تره. از لحاظ تمیزی متروی ناپل خیلی بهتره. متروی روم واقعا عجیب غریبه و خود واگناشون قدیمی هن. دسترسی متروی توی ناپل بهتره. با مترو اتوبوس خیلی جای بیشتری میتونیم بریم. خب روم گسترده تره، به خاطر همین دسترسی سخت‌تر میشه، یعنی شهرش بزرگتره. اما من از مترو کم و بیش راضی بودم. یه وقتی یه اعتصاباتی میشه که مترو و قطار کار نمیکنن، اون موقع هم یعنی نه اینکه کامل تعطیل بشه، مثلا اگر مترو هر 10 دقیقه یه بار میومد اونجا شاید مجبور بشیم نیم ساعت 40 دقیقه صرف بکنیم که این نکته منفی. ولی من در کل راضی بودم. میتونم نمره 6 یا شاید حتی 7 از 10 به حمل و نقل عمومی ناپل بدم. اوکی بوده، من مشکلی ندیدم تا حالا. 2 موضوع دیگه مونده که راجبش صحبت بکنیم. مردم ناپل چطورن؟ این تفاوت باز با شمال هم میتونیم ما ببینیم. مردم شمال شاید یه خورده با شما نخوان صحبت بکنن، یه خورده مغرورتر باشن، بیشتر به مد اهمیت بدن، بیشتر به لباسایی که میپوشن اهمیت بدن. تو ناپل مردم خیلی خودمونی هن. باهات حرف میزنن، باهات دوست میشن. و اگه سوالی داشته باشی، حتی اگر ایتالیایی فقط بتونن صحبت کنن، نتونن انگلیسی باهات ارتباط بگیرن، سعیشون رو میکنن با ایما اشاره کمکت بکنن. آدمای بدی نیستن در کل، مخصوصا توی کانورسیشن های سطحی و وقتی باشون عمیق نمیشی، وقتی باشون بیزنس نمیکنی. چون توی بیزنس خب متفاوته، خونه میگیری یا این کار رو انجام میدی، اکثر آدم میتونن به مشکل بخورن. یعنی کیس هایی هست که شما فرضاً هر 3-4 تا مورد از 100 تا مورد به مشکل بخورن. اما در کل و جنرال، به طور جنرال مردم خیلی خوب، خودمونی و باحالی هستن. خیلی بلند حرف میزنن، یعنی تو خیابون اولا داد میزنن. میتونه برای بعضیا جالب باشه، میتونن بعضیا دوست نداشته باشن. برای من خیلی تفاوتی نداره، یعنی خیلی دقت توجه نمی‌کنم. ولی بعضی وقتا که ویدیو میگیم یا دارین صحبت میکنیم با خانوادتون شاید اذیت کننده باشه. من نمره 8 از 10 به مردم ناپل میدم. دوستشون دارم، مردم سرزنده و شادیان، حتی اگر که خیلی درآمدهای آنچنانی ندارن. یه بحث دیگه میمونه، اونم تاریخچه ناپله. ناپل از اول یونایتد نبوده با ایتالیا، یعنی جزء کشور ایتالیا نبوده. مدتی دست یونان بوده، مدتی دست اسپانیا بوده. اینا هر دوتاشون میخواستن ناپل رو برای خودشون بگیرن، اما خب در نهایت متحد شده با ایتالیا و جزوی از خاک ایتالیا شده. به طور کل این که قبلا اسپانیا برایش حکومت میکرده و یونان خیلی هیجان انگیزه، چون شما میتونین بخش‌هایی از اونا رو داخل ناپل ببینین. هنوز اسپانیش کوارترز اونجا هستش که خیلی از اسپانیایی که میان میرن اونجا و اونجا توسط اسپانیایی ها ساخته شده. وای به اونا رو میده، خیلی اونجا اسپانیایی صحبت میکنن. یا یک سری از کلیساهایی که زمان یونانی ها ساخته شده. کلا این باعث یه دایورسیتی هیجان انگیزی میشه که شما میتونین بخش های متفاوتی رو ببینین. یعنی میتونین چندین کشور رو داخل یک شهر ببینین و خب این خیلی هیجان انگیزه.
بخوام به عنوان حرف آخر نظر خودم رو راجع به ناپل بگم، شاید یه مگاسیتی نباشه، شاید یه شهر حتی خیلی پیشرفته و هیجان انگیز و خیلی عجیب غریب نباشه، شاید اولش اصلا تو ذوقتون بزنه وقتی از ایران میاین، اما با همه کم و کاستیاش حس خوبی بهتون میده، حس خونه بهتون میده، یه آغوشی باز میکنه و شما رو میپذیره داخل خودش. این برای من ارزشمنده، این که تو رو از خودش بدونه برای من ارزشمنده و اینو دوست دارم. من میتونم اینو ازش بپذیرم، میتونم ازش ممنون باشم، با اینکه خیلی خوشگل و خیلی لاکچری نیست اما منو از خودش میدونه و اینو دوست دارم. میگن که شما وقتی میای ناپل 2 بار گریه میکنی، یه بار روزی که میرسی داخلش و یه بار روزی که خارج میشی ازش. من واقعا اینو درک میکنم، واقعا حسش میکنم. ناپل اگر که واردش بشین و اونجا زندگی کنید، خونه شما خواهد موند، حتی اگر خارج بشین ازش توی قلبتون خواهد بود. من دوستش دارم ولی اولش شوک میشین اگر که بیاین. اینو بهتون گفتم که بدونین، چون کسی نبود به من بگه و من برای هفته ها شوک بودم که چه اتفاقی داره میفته، این چیه، اینجوری بهتون بگم، خیلی خودمونی بهتون بگم، ولی بعدش عادت میکنید بهش. اونجوری هم که میگن از لحاظ ناامنی و غیره، من چیزی ازش ندیدم. اینم باز اتفاقاتیه که شاید 5% تجربه بشه. شما اگر حواستون رو جمع بکنید اتفاقی نمیافته، اما خب ناامنی همه جا میتونه باشه. خب بچه‌ها، این ویدیو هم تموم شد. امیدوارم که دوست داشته باشید این ویدیو رو. من همه تلاشمو میکنم که بهترین کوالیتی رو در اختیار شما بذارم، توضیحاتی که لازمه رو بهتون بدم، اطلاعاتی که لازمه بدونید رو جمع آوری بکنم و از تجربه خودم براتون بگم. من خودم رو میذارم جای شما، همه سوالاتی که شاید قبلا برای خودم بوده توی ویدیو هم جواب میدم و امیدوارم که لذت برده بوده باشید، از این ویدیو خوشتون بیاد. بازم ازتون میخوام که ما رو سابسکرایب بکنید، خیلی مهمه. گفتم عین سوخت راه ما این سابسکرایب کردن. بچه‌ها ویدیوها رو میبینید اما خیلیاتون سابسکرایب نکردید. ازتون خواهش میکنم سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید. اگر که میخواید راجع به موضوع خاصی صحبت بکنم یا ویدیو بذارم براتون، حتما داخل کامنت ها بگید. حرفی باقی نمیمونه، فکر میکنم همین نکات رو بهش اشاره کردم. تا دیداری دیگه، بدرود.